نهار امروزمون سیرقلی است. برگ سیر تازه میخوایم. یه دسته برگ گشنیز تازه هم میخوایم. سیرقلیه رو باید با تخم مرغ محلی درست کرد. برای اینکه خیلی خیلی خوشمزه بشه میشه توش گوشت اردک تازه هم ریخت، ولی ما چون با اینا زندگی میکنیم و بچه‌ها به هیچ عنوان قبول نمیکنن که گوشتشون رو بخورن، ما تابع حرف اوناییم و از گوشت اینا تو غذاهامون استفاده نمیکنیم. برای درست کردن سیرقلیه هم کافیه که فقط به برگ گشنیز و برگ سیر خورد شده نمک و فلفل و روغن اضافه کنیم، تفتش بدیم تا آب بندازه، بعدش هم بهش تخم مرغ اضافه کنیم. اصلا بوی تخم مرغ نمیده برای اینکه برگ سیرش خیلی زیاده، پوشش میده اون طعم تخم مرغ. و فقط توی این مرحله که تخم مرغ رو با سیر قاطی میکنید کامل باید سرخ بشه، تخم مرغ کامل باید سفت بشن. بعد تیکه های مرغ رو بهش اضافه کنید و آخر مرحله هم اینه که آب اضافه کنید و بذارید تا جا بیفته. توی این فاصله که سیرقلیه جا میفته میخوام کنوس بچینم برای آب کنوس شب یلدا. آب جوش آوردم گذاشتم سرد بشه، این کنوسا رو نشسته میریزم توی اون آب، یه قاشقم نمک بهش اضافه میکنم و تمام. بیا برات نارنگی بچینم، بیا. 3-4 روز طول میکشه تا این آب کنوس فوق العاده خوشمزه آماده بشه. موقع خوردن میتونید بشوریدش. بهترین و خوشمزه ترین مخلفاتی که میشه کنار بشقاب سیرقلیه گذاشت، تروب سفیدی که در همسایگی اون برگ سیره رشد کرده.